ما چند تا توسل داریم توی دین که اگر انجام بشه حاجت روایی ما 100% اتفاق میفته. اول از همه بریم سراغ این که توسل یعنی چی و ما چجوری میتونیم توسل داشته باشیم و از طریق اون به خداوند نزدیک بشیم و حاجاتمون رو ازش بگیریم. درود همراهان عزیز، با یکی دیگر از ویدیوهای کانال دقایقی با خدا با شما هستیم. قبل از هر چیزی خواهشمندم برای حمایت و دلگرمی ما ویدیو رو لایک کرده و کانال ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله رو فعال کنید به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود کردم براتون بالا بیاد و از دستش ندید. سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم. توسل یعنی یک وسیله‌ای که بتونیم با کمک اون به خداوند نزدیک بشیم و از خداوند درخواست حاجت کنیم. حالا با چه وسیله‌ای ما میتونیم از خداوند چیزی بطلبیم؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند توسل در اسلام 3 تا هست که اگر غیر از این 3 تا باشد شرک به حساب می آید. توسل اول توسل به نامها و صفات خداوند می باشد. زمانی که ما توسط نامها و صفات پاک خداوند به خداوند توسل پیدا می کنیم و از طریق خواندن صفات خداوند از او حاجت می طلبیم، در اینجاست که ما به وسیله این صفات خداوند به خدا نزدیک شدیم و خداوند 100% دعای ما رو میشنوه و ما رو حاجت روا میکنه. خداوند صفات پاک بی‌نظیری داره. شما میتونید با استفاده از هر نامی که از خداوند به یاد دارید به اون نزدیک بشید و ازش درخواست کمک کنید. صفاتی مانند یا ارحم الراحمین، یا حی و یا قیوم، یا ستار العیوب، یا غفار، یا ستار، یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال و الاکرام و صفاتی نظیر این. اگر خداوند را به اسماء پاکش قسم بدی، خداوند 100% تو رو حاجت روا میکنه. دیدی زمانی که ما از یه فردی که بزرگ هست از نظر ما جا و مکان بالایی داره میخوایم چیزی درخواست کنیم و طلب کنیم، چجوری بهش احترام میذاریم؟ چجوری با یه امید خاصی از اون فرد طلب کمک میکنیم؟ چون مطمئنیم اون فرد میتونه کار ما رو راه بندازه و گرهگشای کار ما باشه. و شما اگه با همین ایمان، توکل و توسل اسمهای پاک خداوند رو صدا بزنید و ازش طلب کمک کنی، 100% قدرت مطلق جهان هستی بدونی خداوند بیشک تو رو حاجت روا میکنه. چرا که خداوند از اعماق درون ما و از نیتهای ما با خبره. ولی اگر ما به حالت عادی خدا رو صدا بزنیم و ازش کمک بخوایم ولی هیچ امیدی نداشته باشیم که خداوند میتونه به ما کمک کنه و مشکلات ما رو حل کنه، 100% اینجا اصلا معجزه‌ای برای ما اتفاق نمیفته. پس زمانی که شما میخواین توسط اسماء پاک خداوند اونو صدا بزنید و ازش طلب کمک کنید، حتما با نیت قلبی خالص و با ایمانی محکم این کار رو انجام بدید. چرا که خداوند قدرت مطلق جهان هستی هست و همه اون چیزی که تو اسمشو مشکل گذاشتی توسط خداوند میتونه در کمتر از آنی اون مشکل حل بشه. دومین توسل به اعمال خالص و نیت خالص خود انسان هست. چون که خود انسان 100% از نیتش با خبره و میدونه که این عملش از روی نیت خالصانه بوده یا به خاطر ریاکاری این کار رو انجام داده. و همچنین خداوند از چیزی که ما نیت میکنیم 100% با خبره. در این مرحله از توسل شما ابتدا وضو میگیری، 2 رکعت نماز حاجت میخونی، 1 صفحه قرآن تلاوت میکنی و بعد از اون 1 صدقه کوچیک در حد توانتون هر چقدر که بود میپردازی و بعد از اون از خداوند طلب حاجت میکنی. چون که شما اینها رو با نیت قلبی انجام دادید، بعد از انجام اینها به خداوند بگو من در توان خودم صدقه پرداختم، با نیت خالص 2 رکعت نماز خوندم، 1 صفحه قرآن تلاوت کردم. خداوندا از تو میخوام به تو متوسل میشم. خدایا من به این عمل صالحم متوسل به شما میشم و ازت میخوام که مشکل منو حل کنی. این نوع دوم توسل به عمل صالح خود شخصه که انسان میتونه با عمل صالحش هر چقدر کوچک میتونه از خداوند طلب حاجت کنه. سومین نوع توسل به دعای شخص صالح هست.
دقت کنید توسل به دعای شخص صالح در زمان حیاتش هست. شما زمانی میبینید توی زندگیتون مشکل دارید، یه حاجت بزرگی دارید، یه مریضی صعب العلاجی دارید، یه گره بزرگی به کارتون افتاده که خودتون از توانتون خارجه. این گره رو باز کنید. اینجاست که شما بهتره برید سراغ یه فرد صالح، یه شخص صالحی که از اعمالش باخبره، از نیتش باخبره. از او بخواهید در کنار دعایی که برای خودش، فرزندانش، نزدیکانش میکنه، برای شما هم دعا کنه که مشکل شما هم حل بشه. چرا که اینجا ما روایت داریم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که میفرماید دعای خیر برادر مسلمان برای برادرش استجاب میشود بدون اینکه از اجر خودش کم شود. چرا در حق همدیگر دعا نمی کنیم؟ و سومین توسل شد توسل به دعای شخص صالح. اگر با توجه به این 3 تا توسلی که الان توضیح دادم دعا و حاجت خودتون رو از خداوند بخواهید، من این ضمانت رو بهتون میدم که 100% حاجت روا میشید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. همراهان عزیز، ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. مرسی که با لایک کردن و سابسکرایب کردن از کانال ما حمایت میکنید. لطفا این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید که اونا هم در مسیر آگاهی قرار بگیرن. اگر به دنبال راهی برای نجات زندگیت هستی و اگر مسیر درست سعادتمندی رو میخوای یاد بگیری، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفر از ویدیوهای ما مطلع بشید. سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.